رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سحری خوری بکنید، یعنی پیش از صبح در رمضان، زیرا در آن برکت است. پیش از دمیدن صبح در ماه رمضان سحری خوری نمودن سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سحری خوری ماه رمضان را تشویق نموده آن را برکت گفته است. زیرا انسان با تناول در سحر نیروی نوی برای عبادت گرفته از تأثیر گرسنگی برای عصبی شدن ایمن میماند. همچنین روزدار در وقت سحری خوری نمودن به ذکر و یاد خدا مشغول شده برکت زیادی را به دست می آورد. یا به طعام سحری خوریش نفران محتاج را شریک گردانیده ثوابی زیاد به دست می آورد. پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثواب و برکت دارد و از جمله سنت های پیش از صبح خوردن خوراک سحری است. پس برادران عزیز پایبند این سنت پیامبر باشیم.